عزیز حول اوشمه پذیم برنامه ما پذیرا باشد تا آخر اوشا اما خیلی تفتیش نسیان کنه ما خواهد وارداتی یوتیوب میکنیم انشاءالله برادرو چندم دیگه توی ای کاش شما هم در همه جمعه بودید همه اوش انجیزی ما یا لحظه تغییر بودید این سقل برای حضرت شاه زفر یور شود جوره پیوز رسند دیانو برادران عزیز انشاءالله یک ای اوشایی با مازترین میکنیم پور باید دندان نداشته باشه اگر پور دندان داشته باشه گوشت بسیار میخوره برو اول در کنه زای دندان انشاءالله الان خیلی کم کم بنوار گرفته خدا خواهد در کانال ما بونه شوید کانال ما یکم بونه شوید انشاءالله لایک و پادپیساسی رو فراموش لایک نکنید کنید پور گم شد در دوده از چند گوشت گم شد برادرها سبزی را انشاءالله که با خوبی سبزی رو جو کردن در درون دیگ هر جا که شای بود بسیار دیون بود یه برادر عزیز گوشت میاسا دومی همون ویدیو هایی خیلی این رولی که دیم هایی اوشونه ما خمونی سیام کرسیم که با می پرتیم شه کامیر چید میگم با می پرتیم اوی اوش میکنده یا چی اوش این پور خود یا گرمانی واردیم این ولای جوش هم اومد کمی بگو اینا خیلی نمیخوام پورا هم خیلی مخکم همه بفکرم برادر عزیز پیوزا کم کم رو میرورن که پیوز شو نسوزه شلو انشالله اوش رنگی اوشوی توی نمون میره انشالله پروردگار همی شه همی جان مرا نصیب عمر دراز از زندگی خوب و تیز آرام نصیبش بگرده اینجور کافی فمایده باشه باشه که والله اگر بری دیگ بزنی این جانه میگرده بسم الله الرحمن الرحیم برای سعودی کم کک پاسید دویم سعودی رو میگردیم دویم سعودی هم بور میکنیم برادران عزیز مشتری بدون شهر نومد به ما گفتن که اگر بخوای اوش خوب باشه سعودی رو کم کک نمک بدن البته انشاءالله اوش رنگ اوشوی توی نیمون میشه چی میگم برو بار ستیل 10 کیلو کو 10 کیلو After what I should do? Yeah, I'll see you after you go.
مویز مگه مویز خداونده که در آب نقش ما تصویر کرد زندگی را با غم و اندوه ما تقدیر کرد راحتی دنیا ندیدم بجز اندوه و درد این غم و اندوه دنیا جسم ما را پیر کرد شود روز از این دنیا روانم کی میداند کی مردی به نشانم با دنیا آمدم با دست خالی اگر روز روم نیکی بیمانم از همه گنج جهان والاست قرآن شریف بهترین گنجینه دنیاست قرآن شریف دیده ها را نور بخشد سینه ها را روشنی روشنایی بخش و روح افزاست قرآن شریف سوره قرآن مقدس ای آیت قرآن عزیز رهکشا و رهنمای ماست قرآن شریف
قلم یک دل یک ایمان، یک قلم یک دل یک ایمان، یک طریقت یک زبان، یک خدای مهربان، یک تاس قرآن شریف. مژده ای حافظ، مژده ای حافظ که خیراندیش قرآن خوان شده است، میبرد ما را برای راست قرآن شریف. پشتیبان خلق ها را دوست می‌دارد خدا، دوستانی با وفا را دوست می‌دارد خدا. درد مردم را کسی چون درد خود می پرورد، مردمی درد آشنا را دوست می دارد خدا. توی صفیارای بچی هم داشت ملیسه ده توی تو کامل دونه شکش برکل شرطه که بگه اندازه بگی نو خوب خیبره عهد نوشیروان را باید به نیکی یاد کرد، خلق